درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد و تندرست باشید. با حل تمرین درس ریاضیات گسسته صفحه 41 کتاب درسی از فصل دوم این کتاب در خدمتتون هستیم. تمرینای این درس خیلی مهمن برای امتحان نهایی، به صورتی که تک تک این سوالایی که حل میکنیم سوالات امتحان نهایی هم بودن. مثلا یه چنین سوالی مثل سوال 1 بارامی مثل 2.5 نمره میتونه داشته باشه. خب بریم اینو حل کنیم. اولا رؤوس رو مشخص میکنم. اینجا A B C D، اینجا D میذارم، اینجا E و اینجا هم F. خب این مجموعه رؤوس من. یال اولی که داریم خب A B'ه، پس از A وصل میکنم به B. یال دوم AC هست، از A وصل میکنم به C. یال بعدی CD هست، پس از A وصل میکنم به D. یال بعدی EF هست، پس از E وصل میکنم به F. یال بعدی چیه؟ BD. خب از B وصل میکنم به D. الان ببینید این گرافی که ما اینجا کشیدیم، خب هدف ما از حل تمرین دوره هم هست دیگه. الان این گرافی که ما اینجا داریم مشاهده میکنیم خب گراف ناهمبنده، یا اصطلاحاً این بخش گراف کاملا از گراف جدا شده. اما یال بعدی رو که من میکشم، یعنی یال CF رو که میکشم، باعث میشه که این گراف همبند بشه. الان ببینید تقریبا این گراف یک پارچه شده دیگه، یا میتونیم مسیری پیدا کنیم تا از تمامی رؤوس بگذره. بعدیش چیه؟ بعدیش BE هست، پس از اینجا از B وصل میکنم به E. خب این رسم گراف. تا اینجا ما اومدیم و گراف رو رسم کردیم. این سوال اگه یه سوال 2.5 نمره‌ای باشه، تا اینجا ما نیم نمره از این سوال رو گرفتیم. اما قسمت بعدی به من میگه درجه اول، قسمت الف میگه مرتبه و اندازه گراف رو بنویسید. خب مرتبه رو با P نشون میدن، اندازه رو با Q نشون میدن. مرتبه یا P میشه تعداد رؤوس، Q میشه تعداد یالها که همون اندازه هم هست. خب اینجا چند تا رأس داری؟ 6 تا. چند تا یال داری؟ خب بشمار. 1 2 3 4 5 6 7. پس اینم میشه 7. حالا میگه درجه رأسای جی رو مشخص کنیم. خب ما بیایم درجه تمامی این رؤوس رو مشخص کنیم. الان درجه آ چقدره؟ ببینید از آ چند تا یال خارج شده، از آ چند تا خط، چند تا پاره خط حالا اصطلاحاً بگیم خارج شده. خب دی آ هست 2. بریم سراغ دی بی. دی بی چقدره؟ یا دیگری بی چقدره؟ 1 2 3 هست. بعد دی سی. دی سی چقدره؟ دقیقاً 3 هست. بعد بریم سراغ دی رأس دی. این چقدره؟ 2 تا هست. بعد بریم دی رأس ای. دی ای چقدره؟ دقیقاً اینم 2 تا هست. و در نهایت دی اف. اینم میگه به دست بیار. دی اف رو که به دست میاریم اینم میشه 2. خب پس اینم میشه جواب قسمت ب صورت سوال. اما قسمت بعدی میگه کدام رأسای گراف با F مجاوره. وقتی که صحبت از رؤوس مجاور میشه، شما باید اینو مثل همسایگی باز در نظر بگیرید. اصطلاحاً اگه تو امتحان نهایی گفت یه همسایگی در نظر بگیرید یا مجاور بودن رو در نظر بگیرید و صحبتی از باز و بسته نشد، شما باید حتما این همسایگی رو باز در نظر بگیرید. خب الان رأسای مجاور به F، یعنی رأسایی که به یه یال با F وصل شدن، رأسایی که به وسیله یه یالی به F وصل شدن. خب ببینیم از F چیا خارج شده؟ از F این خارج شده، از F این خارج شده. بهتره بگیم رأسای مجاور رأس F میشه C و E. هایلایت رو پاک میکنم. این قسمت P. قسمت ت میگه مجموع درجات رؤوس این گراف رو به دست بیار. ببینید بچه ها، ما 2 روش داریم. یکی این که از قسمت ت استفاده کنیم و درجه تک تک های رؤوس رو ما داریم. حالا درجه تک تک رأس‌ها رو که داریم اینا رو با هم جمع کنیم. اما روش بعدی اینه که بیایم از این نکته استفاده کنیم که اونم اینه: زیگما دیگری وی آی وقتی آیمون از 1 تا n تغییر میکنه، این برابر با 2Q هست. ببینید وقتی شما مجموع درجات رؤوس یه گراف رو میخواید، این میشه برابر است با
2 برابر تعداد یالها. پس میام چی کار میکنم؟ میگم تعداد یالها اینجا چقدر بود؟ 7 بود. پس زیگما دیگری مجموع درجات برابر میشه با 2 ضرب در 7 که میشه 14. اما قسمت بعدی این بار یه گراف داده و میگه بدون رسم کردن این گراف این بار به سوالا جواب بدید. خب حالا قسمت الف رو میخوام جواب بدم. قسمت الف مرتبه و اندازه بود. ببینید تعداد اعضای این مجموعه میشه مرتبه، تعداد اعضای این مجموعه میشه اندازه. خب ببینیم این الان چند تا عضو داره؟ 1 2 3 4 تا. پس مرتبهش 4، اندازهش چقدره؟ 1 2 3 4 5 6 تاست. اندازهش 6. خب قسمت بعدی میگه درجه هر رأس چقدره. ببینید الان فرض کنید من میخوام درجه V1 رو مشخص کنم. اگه بخوام بدون رأس درجه V1 رو معلوم کنم باید ببینم تو اینجا V1 به کدوم یکی از این رأس‌ها وصل شده. خب ببینید الان V1 ما به V2 وصل شده، V1 ما به V3 وصل شده و V1 ما به V4 وصل شده. دانش آموز میاد میگه آقا این که الان V4 V1 خب فرقی که نمیکنه، شما چه یالو بگی V4 V1 چه بگی V1 V4 هیچ تفاوتی نداره. پس الان اینجا چند تا هایلایت شد؟ چند تا به V1 وصل شد؟ 3 تا. پس درجه V1 میشه 3. میریم سراغ درجه V2. به همین صورت ببینیم V2 به چند تا وصل شده. این یه دونه، این 2 تا، خب اینجا هم یه دونه بود دیگه، این هم 3 تا، این میشه پس 3. همینجور درجه V3 هم میشه 3، درجه V4 هم اینم میشه 3. این قسمت پس الف، این قسمت ب. اما قسمت پ، قسمت پ میگه مجموع درجات چقدره. خب وقتی زیگما دیگری رو از ما میخواد یا مجموع درجات رؤوس رو از ما میخواد که اینجا آیمون از 1 تا 4 میشه 2 برابر تعداد یالها که اینجا 2 6 تاست و میشه 12. این میشه مجموع درجات ما. اما ادامه کار ما میتونیم بگیم حتی این گراف یه گراف کامل از مرتبه 4. چرا؟ ببینید بچه ها الان ما 4 تا رأس داریم. 4 تا رأس اینجا داریم. درجه همه اینا هم ماکسیموم درجه ممکنه. چون اگه یه گرافی 4 رأس داشته باشه، هر رأس درجهش 3 باشه، این یه گراف کامل میشه. اصطلاحاً گرافی کامله که اگه مرتبه گراف پی باشه، دیگری رؤوس ما اگه باشه پی منهای 1، آنگاه این گراف پی چیه؟ این گراف از مرتبه پی کامله. پس ما اصطلاحاً میتونیم بگیم حتی این گرافی که اینجا گفته این یه گراف کامله. صورت سوال اینو از ما نخواسته ولی ما میتونیم اضافه براش بنویسیم. شکل بعدی، چقدر این شکل مهمه. این شکل بارها سوال آزمون نهایی بوده. خب بریم ببینیم این شکل از ما چی میخواد. اومده یه گراف داده، همونجور که می‌بینید این رأس جی رأس ایزوله است. رأسی که درجهش 0 باشه اصطلاحاً به هیچ یالی وصل نباشه رأس ایزوله میگیم. خب این گراف ناهمبنده. چرا؟ چون این جی به هیچ کدوم از اینا وصل نیست. حالا بیایم سراغ اینجا میگه مجموعه وی و مجموعه ای رو بنویسید. خب مجموعه وی که از ما میخواد یعنی باید رأسا رو بنویسی، مجموعه ای که از شما میخواد یعنی باید مجموعه یالها رو بنویسی. خب رأساش چیان؟ آ و ب و سی، دی، ای و اف، در نهایت هم جی رو فراموش نکنید. خیلی بچه ها این سوال امتحان نهایی بوده، تو امتحان نهایی این جی رو فراموش میکنم. اما بریم سراغ ای. بریم دونه دونه یالها رو بنویسیم. اولیش یال آبی هست، بعدیش یال بی سی، بگید شما بی دی، نه بی دی که نداریم، بهتره بگیم مثلا سی دی. بعدیش مثلا دی ای، ای آ و آ اف. خب یه بارم بشماریم. وقتی که میشماریم مثلا معلوم میشه. الان اینجا رو که میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 تا، اینجا رو که میشماریم 6 تا. یه دونه‌شو فراموش کردیم. چی بوده؟ سی ای. پس حتما شمارش داشته باشید که اگه چیزی رو فراموش کردین به ذهنتون برسه. خب این قسمت الف سوال. قسمت ب میگه دلتای بزرگ و دلتای کوچیک رو معلوم کنید. ببینید دلتای کوچیک چیه، دلتای بزرگ چیه.
دلتای کوچیک هست درجه رأسی که کمترین درجه رو داره و دلتای بزرگ چیه؟ درجه رأسی که بیشترین درجه رو داره. خیلی خوب. حالا بریم اینجا وقتی میخوایم دلتای بزرگ رو به دست بیاریم میبینیم که 3 تا رأس از درجه 3 داریم. این رأس و این رأس و این رأس. این کاملا اتفاقیه. پس دلتای جی ما میشه 3 که حالا 3 تا رأس از درجه 3 داریم. ممکنه یه رأس باشه، ممکنه 2 تا رأس، ممکنه 3 تا، ممکنه هم بیشتر باشه. اینجا اتفاقی دلتای بزرگ یا بگیم درجه رأس که بیشترین درجه رو داره شد 3 تا و دلتای کوچیک ببینیم چند تاست. الان دلتای کوچیک ما میشه 0. چرا؟ به خاطر این رأسی که اینجا ایزوله است. رأس ایزوله یا منزوی یا رأسی که هیچ یالی بهش وصل نشده درجهش 0. حواستون پس به این موضوع باشه. اما قسمت بعدی میگه مجموعه همسایگی های رأسای F و G و E رو بنویسید. ببینید وقتی از شما همسایگی روس رو میخواد و ذکر نمیکنه که همسایگی باز رو میخواد یا همسایگی بسته، شما بیاید این همسایگی رو باز در نظر بگیرید. قسمت قبلم گفتم میام اینجا مینویسم N E اندیس G. این یعنی چی؟ یعنی همسایگی رأس E در گراف G. خب ببینیم الان رأس E به چیا وصل شده؟ الان رأس E ما به C وصل شده. پس این C همسایگیشه. رأس E ما به D وصل شده. پس D همسایگیشه. دیگه به چی وصل شده؟ آها به A هم وصل شده. پس همسایگی باز E میشه چی؟ میشه A C و D. خب این میشه همسایگی باز. صورت سوال همسایگی بسته رو از من نخواسته، اما چون تو امتحان نهایی میاد اینجا براتون مینویسم تا همسایگی بستم تمرین بشه. پس اینو از من نخواسته. N G این بار همسایگی بسته E رو بگیم. پس اینو میخونیم همسایگی رأس E در گراف G. اما همسایگی بسته. ببینید همینو باید بنویسیم با این تفاوت که اینجا یه دونه ای اضافه تر داره. پس ببینید ایشو با یه رنگ دیگه می نویسم. آ و سی و دی همونه. همسایگی بسته تفاوتش با همسایگی باز اینه که خود رأس هم باید عضوش باشه. اما میریم سراغ همسایگی های باز جی و اف. اینا رو دیگه سریعتر می نویسم. ببینید همسایگی باز F چون از F فقط به آ وصل شده میشه همون رأس آ، اما انرژی چون یه رأس ایزوله یا منزویه همسایگی بازش میشه تهی. خیلی خوب. اما میریم قسمت بعدی. قسمت بعدی اومده و میگه همسایگی باز رأسی مثل X تو این گراف G که دارید شده A و C. حالا X کدوم رأسه؟ ببینید شما این مدلی باید برای خودتون بگید. باید بگید که کدام رأس به آ و سی همزمان وصله. این معنی همسایگی رو میده دیگه. خب الان این ایکس من، رأس ایکس من باید هم به آ وصل باشه هم به سی. خب میام این آ این سی، کدوم یکی از اینا هم به آ وصله هم به سی؟ شما میگی خب این میشه رأس بی. رأسی مثل، حالا اینو با خاکستری میذارم دلیل داره، ای هم میشه. اما ببین رأس ای که شما میگی به آ و سی وصله به دی هم وصله. اگه اینجا یه دی داشت بله به جای ایکس شما میتونستی بنویسی ای، اما چون اینجا فقط آ و سیه شما دیگه نمیتونی ای رو بنویسی. پس جواب این ایکس ما میشه چی؟ رأس بی. چون رأس بیه که هم به آ وصله و هم به سی وصله. اگه تا اینجا مطلب براتون مفید بوده حتما ما رو دنبال کنید و به دوستاتونم معرفی کنید. اما بریم سراغ قسمت بعدی. سوال بعدی اومده یه گرافی به ما داده که رؤوسش هست از V1 تا V6 و بعد گفته که اگه همسایگی باز رأس V1 باشه 5 تا عضو.
یعنی چی؟ یعنی آقا این V1 من به 5 رأس دیگه وصله. همینجا استوب کنید. الان ما کلن 6 تا رأس داریم. خب بیاید اینجا 6 تا نقطه اول بذارید. 1 2 3 4 5 و این 6. اینم V1 V2 V3 V4 V5. حالا این V5 هم زیر بنویسم چون شاید بخوام یالی بکشم. V5 و اینجا هم V6. خب این تا اینجا این 6 تا رو کشیدم. بحث اینه که الان V1 اومده به 5 تا رأس دیگه وصل شده. پس تا اینجا شکل گراف من چنین حالتی بوده. در ادامه میاد به ما میگه که برای این آی ها، یعنی اگه V2 V3 تا V6 شما بخوایم در نظر بگیریم، مجموعه همسایگیش تک عضویه. خب تنها حالتی که میشه براش در نظر بگیریم همینه. الان V2 رو بخوای همسایگی براش بنویسی میگی V1. اگه اینجا مثلا یه چنین چیزی بود، بله همسایگی باز V2 میشد V1 و V3. چنین چیزی که وجود نداره، پس فقط و فقط یه شکل میشه برای این بکشی. ببینید مثلا شکلی مثل سوال اول ما میتونستیم چندین نوع شکل دیگه هم براش بکشیم. مثلا شکلمون رو پیچ بدیم، یه گرهی توش خورده، این گره رو واز کنیم، مثل دونه های تسبیحی که گره میخوره. مهم اینه که یالها درست به هم وصل شده باشن. اما این شکل فقط و فقط شکلش اینه. نهایت مثلا این V2 ممکنه پایین یا بالا بوده باشه، ممکنه V6 پایین یا بالا بوده باشه، اما نوع دیگه ای نمیشه رسم کرد. رسم این یکتاست. الان همسایگی باز V2 V3 V4 V5 V6 تک عضویه، شرایط دومو داره. V1 هم به 5 تا رأس دیگه وصله و این میشه یه سوال نهایی. جالب، مشابه با اینو ما سوال نهایی داشتیم و باروم 1 نمره براش در نظر گرفته بودم. ببینید همین که شما میای V1 تا V6 رو میکشی همین باروم داره. یعنی حتما تو امتحان نهایی با جزئیات بنویسید و نکات ریز بریز یادداشت کنید. حالا نیم نمره دیگه هم مثلا کشیدن یالها بوده. اما سوال بعدی میاد میگه که یه گراف دادیم رأساش A B C D F. گفتم خدمتتون همین نوشتن رؤوس براتون نمره داره. خب پس من میام اول 6 تا رأس میذارم اینجا A B C D و E و F. خب این 6 تا رأس هم نامگذاری میکنم. این بار اومده کار رو راحت تر کرده، یعنی اومده همسایگی ها رو داده. به جای این که بگه مثلا آقا یال فلان، آقا گفته رأس آ به اینا وصله. معنی همسایگی باز آ یعنی چی؟ یعنی آقا رأس آ به اینا وصله. خب تموم شد دیگه. پس من میام چی کار میکنم؟ میام از A به B وصل میکنم، میام از A به C هم وصل میکنم و میام از A به D هم وصل میکنم. خب این قسمت اول سوال. قسمت بعدی میگه B به A وصله، به C هم وصله. خب B به A رو که تو قسمت الف نشونش دادیم، پس میام اینجا B به C رو وصل میکنم. قسمت بعدی میگه C به A و B وصله. خب C به A و B وصله. قسمت بعدی میگه D به A و F وصله. خب D به A وصله، به F هم وصلش میکنم. قسمت بعدی میگه E تهیه پس این رأس ای ما ایزوله است. پس اگه حالا مثلا قسمت بعدی رو ما در نظر بگیریم و نگیریم، این گراف یه گراف همبنده یا ناهمبنده؟ باریکلا یه گراف ناهمبنده. ببینید خوب داریم اینا رو مرور میکنیم که بتونید تو امتحان نهایی هم خوب از عهده‌اش بر بیاد. و میگه رأس F هم به D وصله. خب F به D رو هم وصل کردم. یه گراف رو رسم کنید، اندازش هم بگید. خب الان اندازه گراف و مرتبه گراف رو بگم، مرتبهش که میشه 6، اندازش هم میشه تعداد یالها. کافیه که ما بیایم و این یالها رو بشماریم. 1 2 3 4 5 تا. اما سوال 5 میگه یه گرافی مثل این شکل 22 که دارید میبینید رسم شده. حالا میگه مجموع درجه های رأسای گراف جی بار، یعنی همون گراف مکمل. گراف مکمل چی بود؟ گرافی مکمل بود که تمامی یال هایی که تو اینجا وجود نداره تو مکمل باید وجود داره.
و بعد میگه درجه رأسای آ و درجه رأسای سی هم بنویسید. خب من اینو به دو روش حل میکنم. روش اول اینه که بیایم گراف مکمل رو بکشیم، یعنی بیایم اینجا جی بار رو رسم کنیم. خب وقتی میخوام رسم کنم، خب تعداد رأسام که تغییر نمیکنه. آ بی سی دی ای رو میذارم اینجا، آ، اینجا بی، سی، دی و اینجا هم یه رأس داریم به اسم ای میذارم. خب ببینید الان اینجا آ به دی وصل نشده، پس شما بیا از آ به دی وصل کن. از آ به ای هم وصل نشده، پس بیا از آ به ای هم وصل کن. اما بقیه‌شو تقریبا ما رسم کردیم. من یه ذره حالا بهتر بکشم. بقیه‌شو دیگه ما تقریبا رسم کردیم، یعنی مثلا آ به سی رو داریم، آ به بی رو داریم و اوکی شد آ. الان میام سراغ بی. ما بی به ای رو نداریم، پس میام از اینجا بی به ای رو وصل میکنم. میام سراغ سی. سی به ای رو نداریم، پس میام سی به ای رو هم اینجا وصل میکنم. خب الان ای به سی وصل نیست و به بی وصل نیست و به آ. خب اینجا ای به سی وصل، به بی وصل، به آ هم وصل شد. خب این میشه گراف جی بار ما، گراف مکمل. ببینید یال هایی که تو اینجا وصل نیست اینجا باید وصل بشه، یعنی اگه از آ به دی یالی وجود نداره تو این گراف مکمل ما میاییم و این یال رو رسم میکنیم. حالا برای به دست آوردن مجموع درجات گراف این جی باری که ما داریم، خب الان اینجا 2 برابر تعداد یالامونه، 1 2 3 4 تا یال داریم که 2 4 تا میشه 8 تا. خب این روش اوله و میگه درجه رأس آ چقدره؟ خب الان درجه رأس آ هست 2، پس اینجا دیه. آ رو مینویسم 2 با یه رنگ دیگه مینویسم و دی سی رو هم میخواد، دی سی هم مشاهده میکنید که 1. خب این یه روش. روش دوم تحلیل حل کردنه. چجوری؟ ببینید شما میدونید که مجموع درجات یک گراف به اضافه مجموع درجات رؤوس این گراف مکمل باید بشه مجموع درجات گراف کامل. خب اگه تعداد یالای گراف کامل 2Q باشه شما میتونی بگی که خب الان این حاصلی که میخوام، یعنی مجموع درجات گراف مکمل رو X میذارم، میام مجموع درجات گراف معمولی رو پس اینجا رو 12 می نویسم. اما Q توی گراف کامل از این رابطه به دست میاد، P در P منهای 1 تقسیم بر 2. P چیه؟ همون مرتبه گراف یا تعداد رأسای گرافه. پس اینجا می نویسم 12 به اضافه X هست 2 ضرب در Q که به جای Q هم می نویسم P در P منهای 1 تقسیم بر 2. حالا میام یه عبارت رو ساده میکنم و حالت معادله ازش حل میکنیم. اگه دقت کنید الان اینجا ما چند تا رأس داریم؟ الان اینجا ما 1 2 3 4 5 تا. خب اگه پس بیام اینجا پی رو من 5 انتخاب کنم میشه 5 منهای 1 میشه 4، پس میشه 4 5 تا 20 تا. پس اینجا 20 برابر میشه با 12 به اضافه x. همه چی جفت و جوره که دیگه حاصل رو بتونیم به دست بیاریم. از اینجا میتونیم بگیم که x ما میشه 8، یعنی کافیه 12 رو ببریم اون و x به دست میاد. پس میشه مسئله رو به صورت فرمولی هم حل کرد، یعنی بدون رسم هم میشه انجام داد. اما اینم از این سوال. خب ما هر هفته داخل کانالمون چالش داریم، بعضن یه روز در میون داخل کانال چالش‌های ریاضی حل میکنیم. ما رو دنبال کنید و به دوستاتون معرفی کنید. قسمت اول تموم شد، قسمت بعدی رو میتونید ببینید. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و خدا نگهدار.